من عاشق کتاب خوندنم، ولی چون هر دفعه به یه دلیلی نمیشه و یه بهونه‌هایی میاری آدم، گفتم که بیام با شما بخونیم که دیگه بهونه‌ام نتونم بیارم. اولین کتاب معجزه شوک‌گذاری اثر راندا برنه که با هم شروعش میکنیم به خوندن. مقدمش اینجوریه: گاهی یک کلمه معنای همه چیز را تغییر میدهد. بیش از 20 قرن است که کلمات در متون مقدس تقریباً توسط همه کسانی که آنها را می‌خوانند با ابهام، رازآلودی و اشتباه همراه بوده است. تنها تعداد بسیار کمی از مردم در طول تاریخ متوجه شدند و هنگامی که معما را حل کردید، هنگامی که راز را کشف کردید، دنیای جدیدی در مقابل چشمان شما ظاهر می شود. در این کتاب راندا برن این دانش تغییر دهنده زندگی را به جهان نشان می دهد. سپس در یک سفر باور نکردنی 28 روزه به شما یاد می دهد که چگونه این دانش را در زندگی روزمره خود به کار ببرید. مهم نیست چه کسی، کجا و در چه شرایطی هستید. این کتاب قرار است زندگی شما را تا آخر عمر تغییر دهد. انشاءالله زندگی هممون رو تغییر بده. صفحه اولش: آیا به معجزه اعتقاد دارید؟ کسانی که به معجزه اعتقاد ندارند هرگز آن را پیدا نخواهند کرد. برمیگردیم به همون جادوی کائنات که هر چیزی که توی فکرمون باشه همون رو به همون برمیگردونه. این کتابم همونه، دقیقاً همونو میخواد به همون بگه. ببینیم دیگه چی میخواد به همون یاد بده. به یاد دارید زمانی که کودک بودید و با تعجب به زندگی نگاه میکردید. زندگی جادویی و هیجان انگیز و کوچکترین چیزها برای شما کاملا جالب بود. مجذوب یخبندان روی زمین می شدید یا پروانه‌ای که در هوا می چرخید یا هر برگ یا سنگ عجیبی روی زمین. وقتی دندانتان می افتاد سرشار از هیجان بودید، زیرا به این معنی بود که پری دندان آن شب پیشتان می آید. برای شب جادویی کریسمس روز شماری می کردید. البته خب ما هیچ وقت اینو نداشتیم، ولی پری دندونو یادمه. آره 7-8 سالم بود، یکی از دندونام افتاده بود، گذاشته بودم زیر بالشم و کلی منتظر پری دندون بودم. آخرشم نیومد. بیخیال. خلاصه که ما شب کریسمس نداشتیم. بریم واسه ادامش. حتی اگر نمیدانستید بابا نوئل چگونه میتواند در یک شب به همه بچه‌های دنیا برسد، که البته به نوعی او این کار را میکرد و هرگز شما را ناامید نمیگذاشت. گوزن شمالی میتوانست پرواز کند. پریها در باغ بودند. حیوانات خانگی مانند آدمها بودند. اسباب بازیها شخصیت داشتند. رویاها به حقیقت میپیوستند و میتوانستید ستاره ها را لمس کنید. دلتان پر از شادی بود. تخیلاتتان حد و مرزی نمیشناخت و باور داشتید که زندگی جادویی است. راست میگه بچه ها. هممون دوران بچگیمون وقتی یادمون میاد فکر میکنیم اون موقع همه چی رنگ و بوی دیگه ای داشت. همه چی قشنگتر، عمیقتر و لذت‌ها خیلی خیلی واقعی تر بوده. به خاطر اون قوه تخیلمون بوده. به خاطر این بوده که با کائنات خیلی بهتر مچ بودیم و الان که بزرگ شدیم و درگیر مشکلات شدیم هر کدوم به نوعی، انگاری اون اتصال قطع شده. باید اون اتصاله رو درست کنیم. بریم به ادامه کتاب. به ادامه کتاب خوندنمون برسیم و از بحث خارج نشیم. خیلی از ما در دوران کودکی احساس خوشباوری داشتیم که همه چیز خوب است. اینو راست میگه. هر روز نوید هیجان و ماجراجویی بیشتری را میدهد و به خاطر جادویی بودن شادی ما هیچ چیز نمیتواند آن را از بین ببرد. اما وقتی بزرگتر شدیم، مسئولیت‌ها، مشکلات و دشواری‌ها بر ما تأثیر گذاشت. مایوس شدیم و جادویی که زمانی در کودکی به آن اعتقاد داشتیم محو و ناپدید شد. این یکی از دلایلی است که در بزرگسالی دوست داریم کنار کودکانمان باشیم تا بتوانیم دوباره احساسی را که قبلا داشتیم تجربه کنیم، حتی اگر فقط برای لحظه‌ای باشد.
من اینجا هستم تا به شما بگویم جادویی که زمانی به آن اعتقاد داشتید درست است و این دیدگاه بزرگسالی است که نادرست می باشد. جادو در زندگی واقعی وجود دارد و به اندازه شما حقیقت دارد. در واقع زندگی می تواند بسیار شگفت‌انگیزتر از آنچه در دوران کودکی فکر می کردید باشد و نفسگیرتر، الهام بخشتر و هیجان انگیزتر از چیزی باشد که قبلا دیده اید. وقتی بدانید برای به وجود آوردن معجزه چه کاری باید انجام بدهید، زندگی رویایی خود را به دست خواهید آورد. آن وقت تعجب می کنید که چطور ممکن بود از باور به جادوی زندگی دست بکشید. ممکن است پرواز گوزن شمالی را نبینید، اما چیزهایی را که همیشه دوست داشتید جلوی چشمانتان ظاهر شوند را خواهید دید و چیزهایی که برای مدت طولانی آرزویش را داشتید ناگهان اتفاق می افتند.